دوستان عزیز خوش اومدیم به اینجا که 500 تلاش برای ساخت این ویدیو. هی دوربین اشتباه بود، 500 بار این ویدیو رو گرفتم در حقیقت دیدم یه ایبی داره ببینم اینجا. امیدوارم دیگه ایبی نداشته باشه. بیسی با این دست میگیرم، با این دست اونم ببینم فوق العاده. با این واسه شروع قرار کلی بردم مثلا دوربین برعکس بود، این بازیکن برعکس شد. به بعد وقتی داشتم ایکس رکوردر رکورد میکردم اما الان دیگه از ایکس رکوردر اومدم بیرون. بزنه ببخشید پوشیدم. بله ضبط گفتم با ضبط نیست که دیدم نکنم ضبطه. ما ویدیو مانیم خدا رو نشون بدیم. از من ویدیو لایک کنید، چند منصوب کنید و بدونید مدلی لزبو. اینجا که خودتون ببینید دیگه من همه رو میشناسم. یه ثانیه من این فکر میکنم معلوم نیست دیگه این نرو دوباره تو بدنم جهان نقدر ساله اومدم ریکورد. بله آقا اصلا چقدر خوبه. از ایکس رکوردر استفاده نکنید، بهش دردی نمیخوره. من اومدم با دوربین معمولی یادم میشون داداری بچه پدرم دارم تا اینکه من کل این کلابا رو بچینم. حتما حمایت کنید. کلکسیون پرایم زلاتان و نیسل باجو رو اینجا داریم که باجو هم یکیش مونده مثل رونالدو مورزینو دیگه کش رفت دزدید. پله مارادونا رونالدینیو کد من میدم توی این ویدیو، کد اصل کاری پله نمیدونم میفته یا نه ولی خب من کدشو بهتون میدم. مارادونا رونالدینیو رو نمیدونم کدشو زدن یا نه ولی مارادونا رو زدن. پله یه پله دیگر رو کدشو زده بودم مطمئنم این پله نزده. یه رونالدینیو نمیدونم حالا یه زده شده بود من نظرت زیدان. آخر ویدیو کد کلاب کیملی هم بهتون میدم. اول لیونل مسی. دوباره میریم سراغش میمونیم کارتاک. آقا منی که رالیم آقا کرویف. اصلا هم دنبال اینم که تو اف سی پکش کنم ولی پک نمیشه. آقا کرویف یه اصلا تو تیکه واقعا پکش وقتی کردم اصلا پشمون ریخته بود چون پشت سرشم نیمار رو بیسیک بود. من توی این آلبوم فعلا بیسیک نمیذارم، چرا میذارم ولی خب فقط 3 بیسیک که این 3 بیسیک 3-4 تا بیسیک دیگه این بیسیک و اینو و بچه ها اینجا این آلبوم تمام میشه ولی خب بیسیک که کلی کلاب که میگم بهتون بدم. خیلی آلبوم دیگه ای هم هست ولی اون آلبوم زیاد خاصی نیست. اینم از عزیز کلاب کیملی. خب اصلا این از آلبوم اول هیچی اینجا داشیمان گل و گلابو داریم از خوبان محله. اینم فلش کن چی؟ یه نظر سنجی گذاشتم موس رد دراگون بخرم یا موس ریزر. من خودم موس رو خریدم ولی خب میخوام عوضش کنم. موس رد دراگون بخرم یا ریزر. کیبوردم هم یعنی کیش 530 پرو فکر کنم بود و ریزر و موسای ویتیری مونده بود که نمیدونم. و بچه لایک این ویدیو به 25 تا انتظار ندارم دیگه. این داشت سایید بی انتظار وای اسممو لو دادم. چی شده اسممو لو دادیم؟ آجا کات میکنم 100 اینجا رو کات میکنم 100 باشه که یادم بمونه. یو حسین آقا من ایسپوی هستم. و اینم از ادوانسا و این صفحه میتونه شما چون هلیانا نوینیسیسینیو توشه. و آقا مرسی دیگه تموم شد این ویدیو. میدونم خیلی کوتاه نظرت میکنم
ولی قول میدم که فعالیتمو زیاد کنم، یه ویدیو منتظرش باشید که بهتون نمیگم چیه، ولی مطمئنم یه ویدیو خیلی خفنه و آره یه جوری تامنیل این ویدیو رو بگردم پیدا کنم. بای بای.